سخن را سرای است ای خردمندون، میاور سخن در میان سخن. خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز صنف 12. بنده نجفی استاد ادبیات دری در مبحث 6 از سلسله مباحث درس ادبیات دری در خدمت شما عزیزان هستم. عزیزان، عنوان درس امروز ما کلیله و دمنه می باشد. می خواهیم در مورد این کتاب تاریخی و کتاب آموزنده برایتان توضیحاتی ارائه نماییم. مباحث امروز ما دوستان معرفی این کتاب است، ویژگی های ادبی کتاب کلیله و دمنه است و در انتها در حوزه درست نوشتن برایتان صحبت های ارائه خواهیم کرد. عزیزان قند ما را همراهی نمایید. به بخش اول درس امروز دوستان خوش آمدید. بحث امروز ما در مورد یک از کتاب‌های بسیار بسیار قدیمی در حوزه ادبیات دری است. نام این کتاب کلیله و دمنه می باشد. می خواهیم امروز این کتاب را دوستان برایتان معرفی نماییم. در حوزه تعریف کتاب آمده است که اصل کتاب یعنی کتاب کلیله و دمنه به زبان سانسکریت و به نام پنجتنتره در 5 باب می باشد. یعنی اصل این کتاب دوستان نامش پنجتنتره است و بعدها وارد ادبیات دری که شده است، وارد حوزه زبان دری که می شود، نام او تغییر می یابد و می شود کلیله و دمنه. ترجمه پهلوی توسط برزویه طبیب در عصر خسرو انوشیروان در قرن 6 میلادی در حوزه حکومت ساسانیان در دوره انوشیروان عادل. در واقع یک پزشکی بود به عنوان پزشک سرآمد دربار ساسانی. نام این پزشک برزویه طبیب می باشد که در دوره در واقع خسرو انوشیروان ایشان طبابت میکرد و در دربار خدمت نمود. در واقع یک کاری برایشان پیش میآید و به فکر یک مسئله می باشد. این آوازه میشنود برزویه طبیب با این عنوان که در کشور هندوستان یک گیاهی موجود است که این گیاه انسانهای مرده را زنده می کند. ایشان با کسب اجازه از شاه ساسانی به سمت هندوستان حرکت می کند و می گردد تا بتواند گیاهی که مردگان را زنده می کند را پیدا نماید، اما موفق نمی شود. در راه به یک دانشمند هندی برخورد می کند. دانشمند هندی می گوید که نام او گیاه کتاب کلیله و دمنه می باشد که اگرچه ابتدا او می گوید نام کتاب پنجتنتره است که ما او را میگوییم کتاب کلیله و دمنه، که این کتاب در واقع برای انسانهای نابخرد، برای آدمهای در واقع نادان به مثابه یک انسان مرده است که میتواند این انسانهای نادان را به سمت عاقل شدن هدایت نماید. ایشان کتاب را میرود به سمت در واقع دربار شاهنشاهی هند و هر فصل او را برایش میخوانند او دربار در او کتابخانه شاهی و او مطلب را یاد میگیرد و بلافاصله وارد حجره خویش که میشود شروع میکند به نگارش و نوشتن هر فصل از او کتاب تا که این کتاب را جمع‌آوری میکند و به زبان پهلوی یا زبان فارسی میانه برمیگرداند. ترجمه عربی توسط عبدالله ابن مقفع. گفتیم دوستان که کتاب کلیله و دمنه که در واقع در زبان پهلوی می شود کلیلک و دمنک در قرن 6 میلادی توسط برزویه طبیب به زبان پهلوی برگردانده شد. 2 قرن بعد یعنی در قرن 8 میلادی این کتاب توسط عبدالله ابن مقفع به زبان عربی ترجمه می شود و می شود پایه بسیاری از زبانهای دیگر
که در واقع کتاب میخواهد به زبانهای دیگر ترجمه شود، از زبان عربی به زبان اسپانیایی، زبان جرمنی، زبان ترکی، زبان انگلیسی، زبان فرانسوی ترجمه می شود. ترجمه دری توسط ابوالمعالی نصرالله منشی در زمان بهرامشاه غزنوی، کلیله و دمنه بهرامشاهی. در قرن ششم هجری قمری این کتاب از زبان عربی توسط ابوالمعالی نصرالله منشی به زبان دری امروزه ما دوستان ترجمه می شود. از آنجایی که در واقع این کتاب در دوره بهرامشاه غزنوی ترجمه می گردد به زبان دری، این کتاب تحت عنوان کتاب کلیله و دمنه بهرامشاهی نیز از او یاد میکنند. 5 طنطره 5 اندرز یا 5 کتاب است که مجموعه قصه های هندی منسوب به برهمن و یشنوس در قرن 5 میلادی. یعنی اصل کتاب 5 طنطره را اگه بخوایم ما به زبان دری ترجمه نماییم می شود 5 اندرز یا 5 کتاب که در واقع امروزه با این معنا برای ما مد نظر قرار داده شده است که می‌بینیم مجموعی از قصه های هندی می باشد که بر اساس آیین یشنو، آیین برهمن که در منطقه کشمیر فعلی که مرز مابین کشور پاکستان و کشور هندوستان است این مجموعه قصه ذکر می شود و این کتاب جمع‌آوری می شود که سنه در واقع جمع‌آوری این کتاب نیز قرن 5 میلادی می باشد. هدفی کتاب چیست دوستان؟ هدفی کتاب آموختن فن زندگی و حکمرانی به شاهزادگان است. یعنی در حوزه فن و فنون، سبک زندگی، روش‌ها و شیوه‌های زندگی کردن در یک جامعه فیمابین انسان‌ها را به انسان‌ها آموزش می‌دهد و در کنار او به خود شاهزادگان برای آداب حکومت مداری یک سری آموزش‌های نیز ارائه می‌دهد که بتواند بر اساس این آموزش‌ها فرداها و آینده بتواند به عنوان یک شاه بر یک کشور حکومتداری بکند. عنوان اصلی کتاب نیز دوستان برگرفته شده از نام دو شغال است که در واقع این کتاب که گفتیم نام اولش چی بود دوستان؟ نام ابتدایی این کتاب در واقع بوده است 5 طنطره، ولی وقتی برمیگردد و برزویه طبیب میخواهد به زبان پهلوی ترجمه کند نام کتاب تغییر مییابد و میشود کلیله و دمنه که نام دو شغال در داخل این کتاب است که یک سری وقایع، یک سری حوادثی را در قالب داستان از زبان این دو شغال نقل میکنند. نامهای دیگر کتاب کلیله و دمنه. کتاب کلیله و دمنه که دوستان گفتیم عنوان اصلیش چی بود؟ 5 طنطره یا 5 طنطرا، یعنی 5 اندرز یا 5 کتاب که یک سری نامهای دیگری نیز برای کتاب در حوزه ادبیات دری گفته و بیان شده است. از جمله شهیرترین نام که در واقع توسط برزویه طبیب برایش گفته شده است نام کلیله و دمنه است. اگرچه یک سری نامهای دیگری نیز دوستان برای این بیان شده است که در قالب کتاب به چاپ رسانده است. نام کتاب ها چیست؟ همانطور که در تصویر میبینید نامهایش را نیز ذکر میکنیم. یک انوار سهیلی است که در واقع توسط واعظ کاشفی نوشته شده است. دوم عیار دانش است که دوستان میبینید. نام بعدی همایون نامه است که دوستان در واقع میبینن و در انتها افسانه های بیدپای می باشد که نام هایی است که برای این کتاب در نظر گرفته شده است. بیدپای کیست؟ بیدپای نام یک فیلسوف هندی می باشد که در واقع این فیلسوف هندی به دستور پادشاه زمانه خود که کسی است به نام دبیشلم که دبیشلم دستور میدهد به بیدپای که یک مجموعه کتابی را، یک مجموعه داستان را در قالب یک کتاب برایش بیان کند که دو هم آداب زندگی را به مردم بیاموزد و هم آیین حکومت مداری را برای فرزندان ایشا بیان کند که بیدپای در واقع می شود همون فیلسوف هندی که افسانه های بیدپای نامی است که برای کتاب 5 طنطره گفته و بیان شده است. نظم کتاب کلیله و دمنه. میدانید دوستان که کتاب کلیله و دمنه یک کتاب منثور است،
یعنی یک کتابی است که در قالب داستان‌هایی که به نثر بیان شده است بیان و گفته شده است. اگرچه یک سری افرادی آمدن این کتاب را به صورت شعر یا به صورت نظم در آوردن. هم در حوزه ادبیات دری کار اتفاق افتاده است و هم در حوزه ادبیات زبان عربی اتفاق افتاده است. در زبان دری رودکی بلخی در واقع در قرن 14 یا در سنه 320 هجری قمری در دوران حکومت سامانیان که مرکز حکومت آنها شهر بلخ می باشد، ولایت بلخ می باشد، این کتاب کلیله و دمنه را نخستین بار به زبان نظم درآورد. اگرچه در همین دوره شخصی به نام ابوالفضل بلعمی این کتاب را به زبان نثر در می آورد، ولی متاسفانه امروزه از این کتاب ایشان چیزی به دست ما نرسیده. در سنه 1384 هجری شمسی یکی از نویسندگان و شاعرای با ذوق و قریحه کشور عزیزمان افغانستان شخصی است به نام میربهادر واصفی که جناب آقای واصفی آمده است و کتاب کلیله و دمنه را به زبان شعر بیان کردند. در حوزه لسان عربی نیز 2 نفر است که این کتاب را به شعر گفته است. یک علی ابن داوود است و دوم بشر است. این 2 فرد نیز آمده است و کتاب عبدالله مقفع که کتاب کلیله و دمنه را به زبان عربی نگاشتند، این 2 فرد آمده است بر اساس همون کتاب عبدالله ابن مقفع این کتاب را به شعر گفتند. اصل کتاب کلیله و دمنه دوستان 10 باب است که نصرالله منشی 5 باب دیگر با آن افزوده است که شامل موارد ذیل است. پس کتاب پنجتنتره یا کتاب کلیله و دمنه اصلش چند باب است دوستان؟ 10 باب است. 10 باب است که وقتی جناب نصرالله منشی می آید کتاب را به زبان دری ترجمه می کنند 5 باب دیگر به آن می افزایند. از جمله او 10 باب اصلی کتاب می توان این موارد را دوستان اشاره نمود. 1 باب شیر و گاو، 2 باب دوستی کبوتر نامرسان، 3 باب گربه و موش، 4 باب شعر و شغال و 5 باب بوزینه و سنگ پشت. اگرچه 1 باب دیگه هم بگوییم دوستان و او باب زاهد و مهمان است. این جزئی 10 باب اصلی کتاب است که در واقع برای شما اینجا آورده ایم. ویژگی های ادبی کتاب کلیله و دمنه. کتاب کلیله و دمنه از جمله کتاب هایی است که در حوزه ادبیات بسیار بسیار سرآمد است و یگان ویژگی خاصی دارد که این کتاب را از سایر کتاب های دیگر متمایز می سازد. خب این ویژگی ها چی هستند دوستان؟ خب ویژگی اول آراسته به معنای عالی و صنایع لفظی و معنوی است. این کتاب را هنگامی که مشاهده میکنید، هنگامی که مطالعه میکنید متوجه میشوید که انواع آرایه‌های ادبی، انواع صنایع لفظی، از صنایع لفظی، از صنایع معنوی، از سجع، از تشبیه، از کنایه و انواع دیگر در داخل این کتاب به وفور رؤیت و دیده می شود. دوم تلمیح و تمثیل به آیات قرآن و احادیث نبوی است. یعنی کتاب را که میبینید سرشار از آیات مبارکه وحی و احادیثی است که مربوط به جناب پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه می باشد. اگرچه میبینیم که اصل کتاب دوستان کتاب است که به زبان سانسکریت نوشته شده است. و اهالی او در واقع کشور متعلق به کدام مذهب بودند؟ به مذهب آیین بودا، به مذهب آیین برهما، یشنو. این مذاهب را میپرسند. خب در این کتابی که متعلق به کشور هندوستان است آیات قرآن از کجا آمده است؟ از اون طرف دیگر تمثیل به آیات مکرمه قرآن و احادیث نبوی در داخل کتاب چیکار میکند؟ ما که نمیتوانیم یک آیینی که در واقع متعلق به غیر اسلام است ولی احادیث اسلامی در او نگاشته شده است. این کار خود هندوها نمی باشد دوستان. این کاری است که در دوره عبدالله ابن مقفع چونشان بالاخره یک شخص مسلمان بود. برای که در این کتاب گرایی و جذابیت بیشتری برای مسلمانان داشته باشد یک سری ابوابی را اضافه میکند
و یک سری از اصطلاحات، تمثیل‌ها، کنایات را از قرآن و اشاره به آیات قرآن، احادیث نبوی را در داخل این کتاب می‌گنجاند تا تأثیر این کلام بر مخاطب بیشتر شود. نثر مصنوع است و نه نثر تصنعی. اگر در قالب انواع نثرهای ادبی دوستان نگاه بیاندازیم می‌بینیم که ما چند نوع نثر داریم. یک نثر مرسل است، دو نثر مسجع است و سه نثر مصنوع و نثر فنی می باشد. کتاب در واقع کلیله و دمنه کتابی است که در حوزه نثر مصنوع و فنی است. نثری که هم ویژگی های نثر مرسل را دارد و هم ویژگی های نثر مسجع را دارد. از انواع کنایه، استعاره، از انواع تلمیح، از انواع در واقع فنون لفظی، معنوی در داخل کتاب به وفور دیده می شود که از ویژگی های نثر مصنوع است. عبارت های پرمغز و پرمعنی، از واژه ها و ترکیبات بسیار بکر و تازه در این کتاب استفاده شده است و این باعث شده است که این کتاب یک کتاب بسیار پرمعنا و پرمایه گردد. اتصال زنجیری داستان ها به یکدیگر، یعنی وقتی شما این کتاب را دوستان مطالعه میکنید متوجه میشوید که این کتاب در واقع یک سری داستان هایی در او موجود است که میخواهد یک هدف اخلاقی، یک پیام معنوی را در قالب داستان به مخاطب که شما باشید ارائه نماید. حال این داستان ها یک داستان های پراکنده نیست، یک داستان هایی نیستن که یک جا یک داستانی ارائه شود، گفته شود و تمام و یک داستان جدید با یک مضمون و محتوای جدید دوباره برای شما بیان گردد. نه، این گونه نیست. داستانی که نقل می شود، ادامه ای داستان، پیام ای داستان در داستان بعدی افزوده می شود و داستان بعدی و بعدی و بعدی نیز همین گونه است. یعنی یک سلسله، یک زنجیره از داستان‌ها که یک پیام و محتوای اخلاقی برای همگان دارد در این کتاب موجود است. بخش دوم، درست بنویسیم دوستان. در این بخش میگوید که هرگاه حرف آخر واژه‌ای واو باشد در پیوند با پسوندهای زیرین باز هم در میان واژه و پسوند یا علاوه می شود که همیشه با واژه قبلی باید به صورت پیوسته نوشته شود. چه میگوید دوستان؟ میگوید که هرگاه یک کلمه، یک واژه‌ای داشتیم که انتهای او واژه حرفی واو موجود بود، خب این میخواهد با یک پسوند دیگری اضافه شود، یک پسوند دیگری در این علاوه شود. خب چه میشود؟ ما بین این واژه‌ای که انتهایش حرف واو است و این پسوندی که انتهایش حرف یا می باشد، ما بین این دوتا یک حرف یای دیگر به عنوان پیوندساز ما بینشان قرار داده می شود. خب مثال بزنیم دوستان برایتان. میگوید پسوند جمع آن. نگاه کنید دوستان، در مثالی که اینجا برایتان میخوانیم انواع مثال ها را برایتان اینجا میخواهیم در قالب تصویر نشان دهیم. پسوند جمع آن. خب کلمه چیه؟ کلمه ماهرویه. انتهای کلمه ماهرو چی ختم شده؟ به حرف واو ختم شده. یک پسوند دیگری داریم که او پسونده چیست؟ پسوند آن است. حال میخواهد ماهرو به آن اضافه شود. ما بینش چه قرار داده می شود؟ یک حرف یا قرار داده می شود. چی می شود؟ می شود ماهرویان، بدخویان. نگاه کنید دوستان، این شد یک نکته. نکته ای بعد میگوید پسوند اسم معنا که نشانه او یا می باشد. کلمه ای داریم به نام نیکو مختومه به حرف واو و در واقع میخواد به پسوند اسم معنای یا علاوه گردد. ما بینش باز هم حرف یا قرار داده می شود. نیکویی و جادویی می شود ترکیب جدید ما. پسوند تنکیر یا گفتیم حرف نکره به او در واقع حرفی گفته می شود که او حرف یاست و اسم نکره به اسم گفته می شود که برای مایی که به عنوان مخاطب هستم، مایی که به عنوان شنونده هستم، این اسم ناآشناست و نسبت به او غریبه هستم. کلمه نکره کلمه است که برای ما شناخته شده
نمی باشد. کلمه‌ای داریم به نام ترسو که انتهایش واو دارد و یای نکره میخواهد در او پیوند بخورد. خب ما بین این دوتا چه قرار داده می شود؟ ما بین این دوتا باز هم یک یا که به عنوان یای میانجی می باشد و می شود ترکیب جدید ترسوی کامجویی. پسوند صفت نسبتی باز هم نسبتی نشانش یا می باشد. کلمه داریم به نام لیمو که انتهایش به حرف واو است و می خواهد به پسوند نسبتی که یا می باشد در اینجا پیوند داده شود. حرف پیوندساز میان این دو کلمه و دو در واقع ترکیب چه می باشد؟ بین لیمو و حرف یا نسبتی باز هم حرف یا می باشد و ترکیب جدید لیموی آهویی. این می شود ترکیب جدید ما. قسم بعدی می گوید هرگاه حرف پایانی واژه واو باشد در پیوند با پسوند تسخیر که در میان واژه و پسوند گ علاوه می شود که همیشه بعد از واژه باید به صورت پیوسته نوشته شود. چی می گوید دوستان؟ می گوید یک زمانی شما باز هم یک واژه دارید، این واژه است که انتهایش به حرف واو ختم می شود. حرف واو ختم می شود. از سمت دیگر می خواهید این کلمه را علاوه کنید، اضافه کنید به یک پسوندی که او پسوند تسخیر است. پسوند تسخیر چیه؟ اک. درست است دوستان؟ اک یا حرف که. حرف که. این رو می خواهید به این اضافه کنید. هر وقتی که می گوید این کلمه و این واژه که انتهایش حرف واو دارد به پسوند تسخیر که اضافه شود، ما بینش یک دانه حرف گ می آید. ما بین این دو قسمت یک حرفی می آید به نام حرف گ که در واقع این یک پیوندساز می باشد. مثالش رو دوستان ببینیم. جارو یک واژه است که انتهایش حرف واو دارد. که نشانه تسخیر می باشد که یک پسوند است. می خواهد اضافه شود به کلمه جارو، به واژه جارو. یک نشانه پیوندساز که همون حرف گ باشد ما بین دو قرار می گیرد. کلمه و ترکیب جدید چی می شود؟ می شود جاروگک. جاروگک. یک مثال دیگه دوستان. کلمه ای داریم به نام ترسو. ترسو واژه است که انتهایش باز هم به حرف واو ختم شده. می خواهد به یک پسوند تسخیر که باشد اضافه شود. باز هم حرف گ که پیوندساز است ما بین دو جای می گیرد. خب ترکیب جدید چی می شود؟ می شود ترسوگک. ترسوگک. این می شود یک ترکیب جدید و یک کلمه جدید. این دوستان نشانه ها، این واژه ها، این قسم نکات دستوری حتما خاطرتان باشد. در سوالات کنکور بسیار از این نمونه ذکر شده است. وارد حوزه سوالات کنکوری شویم. سوال اول میگوید پنجه تنتره در ادبیات دری به کدام معنا به کار رفته است؟ 1. 5 فصل، 2. 5 کتاب، 3. 5 اندرز و 4. 5 قصیده. فرم دوم کابل 1396 است این سوال. خب پنجه تنتره در ادبیات دری به کدام یک از این معانی دوستان اشاره میکند؟ کتاب پنجه تنتره اشاره میکند به 5 کتاب که در واقع معنای این واژه می باشد. سوال بعد میگوید کدام یک از کتاب‌های نام برده شده شباهت تام به کلیله و دمنه دارد؟ 1. پازند، 2. پنجه تنتره، 3. زند و 4. اوستا. کدام یک از این کتاب‌ها شباهت کامل، شباهت تام یعنی شباهت کامل، شباهت تمام به کتاب کلیله و دمنه دارد دوستان؟ نام دیگری این کتاب نیست، همین می باشد. او چیست؟ احسن، پنجه تنتره میشه جواب فرم دوم غزنی 1396. سوال بعد میگوید کدام یک از گزینه های ذیل نام دیگر کلیله و دمنه می باشد؟ فرم 5 بدخشان 1396. 1. همایون نامه،
2 4 مقاله، 3 پندنامه و 4 اسرارنامه. کدام یک از این چهارگانه می شود در واقع چی دوستان؟ نام دیگر کتاب کلیله و دمنه. کدام یک است؟ گزینه صحیح گزینه شماره 1 است. همایون نامه یک دیگر از نام‌هایی است، یکی دیگر از کتاب‌هایی است که در زمینه کلیله و دمنه نگاشته و نوشته شده است. 4 مقاله که نوشته نظامی عروضی است، پندنامه و اسرارنامه که نوشته عطار نیشابوری است. کتاب همایون نامه نیز توسط حکیم زجاجی تألیف و تصنیف گردیده شده است. سوال بعد میگوید کدام یک از اشخاص ذیل کتاب کلیله و دمنه را به نظم درآورده است؟ نگاه کنید دوستان این سوال چقدر مهم است. این سوالی است که در فرم 5 بدخشان، فرم دوم نظامی 1396 و فرم فاریاب 1397 تکرار شده. پس سوال بسیار مهمیه. 1 واعظ کاشفی، 2 مهربهادر واصفی، 3 مهرحسن شاه و 4 طالب آملی. کدام یک از این چهارگانه کسی بوده است که کتاب کلیله و دمنه را به نظم یا به زبان شعر بیان کرده است؟ کدام گزینه متعلم عزیز؟ احسن، مهربهادر واصفی در سنه 1384 هجری شمسی این کتاب را به نظم درآورده است که یکی از مشاهیر کشور عزیزمان افغانستان می باشد. اگرچه قبل از ایشان رودکی بلخی در سنه 320 هجری قمری این کتاب را تصنیف و به نظم بیان کردند. سوال بعد میگوید کتاب کلیله و دمنه را یک از اشخاص ذیل به دری ترجمه کرده است. باز هم یک سوال بسیار مهم در 2 فرم مختلف، فرم 5 بدخشان و فرم دوم نظامی 1396. 1 نصرالله منشی، 2 منهاج السراج، 3 بهرام منشی و 4 مفتی سراج الدین. کدام یک از این چهارگان افراد کسی هستند که این کتاب را به زبان دری ترجمه کردند؟ کدام است دوستان؟ احسن، نصرالله منشی در قرن 6 هجری قمری در زمان حکومت بهرامشاه غزنوی کتاب را از زبان عربی که توسط عبدالله بن مقفع در قرن 8 میلادی در واقع ایشان آمده است به زبان عربی ترجمه کرده است و نصرالله منشی در قرن 6 هجری قمری کتاب را از زبان عربی به زبان دری برگردانده است. سوال بعد میگوید نویسندگان شهر ما چند باب به کتاب کلیله و دمنه اضافه کرده است؟ چند باب دیگر دوستان. فرم اول بامیان 1396 است. 1 4 باب، 2 3 باب، 3 2 باب و 4 1 باب. چند باب اضافه کرده است مشاهیر ما دوستان؟ احسن، مشاهیر ما 2 باب دیگر به این کتاب افزودند. سوال بعد میگوید عنوان اصلی کتاب کلیله و دمنه از نام حیوان ذیل گرفته شده است. فرم 3 بامیان 1396. 1 2 شیر، 2 خرگوش، 3 2 شغال و 4 2 گرگ. نام کتاب کلیله و دمنه، کلیله 1 دمنه 2 دو حیوان است که کتاب از نام این 2 حیوان گرفته شده است. حال این 2 حیوان از کدام نوع است؟ نوع حیوان‌های موجود در کتاب شغال می باشد که نام 2 شغال را کلیله و دمنه می گویند. سوال بعد می گوید در زمان حکومت بهرامشاه غزنوی کدام یک از کتاب‌های ذیل از عربی به دری ترجمه شد؟ فرم دوم دایکندی و فرم اول لوگر 1396. 1 فیه مافی، 2 المعجم فی معایر اشعار العجم، 3 کلیله و دمنه و 4 سیرالملوک. کدام یک از این 4 کتاب در زمان بهرامشاه
غزنوی به زبان دری ترجمه شد. کدام است؟ احسن، کتاب کلیله و دمنه توسط ابوالمعالی نصرالله منشی در واقع در زمان بهرامشاه غزنوی ترجمه شد که این کتاب تحت عنوان کلیله و دمنه بهرامشاهی نیز از او یاد میکنند. کتاب فیه ما فیه کتابی است که از مولانا جلال الدین محمد بلخی می باشد. کتاب المعجم فی معایر اشعار العجم کتابی است که توسط شمس قیس رازی نوشته شده و گزینه چهارم سیرالملوک نام دیگرش سیاست نامه می باشد که نوشته وزیر دانشمند ملکشاه سلجوقی است، یعنی خواجه نظام الملک طوسی می باشد. سوال بعدی میگوید کتاب کلیله و دمنه ترجمه نصرالله منشی دارای چند باب است؟ فرم دوم لوگر 1396. 1 11 باب، 2 20 باب، 3 15 باب و 4 10 باب. کتاب کلیله و دمنه نصرالله منشی دارای چند باب است؟ چند باب است؟ احسن، دارای 15 باب است. 10 باب او را دانشمندان هندی می نگارند و 5 باب دیگر را نصرالله منشی به او اضافه می کند. خب دوستان عزیز، مانده نباشید، جلسه امروز که جلسه ششم ما بود دوستان به پایان رسید. امیدوارم که مطالب امروز نیز مورد خرسندی و رضایت شما قرار گرفته باشد. تا جلسه بعد و دیدار دیگر شما عزیزان را به خداوند پاک می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.